سلام، من میخوام تو این ویدیو استیکرهایی که دارم و نشونتون بدم. اولین استیکرهای برند مغازه که کلا خیلی استیکرهای قشنگی داشت مغازه، بیشترشون هم استفاده کردم، اینا موندن. اینم خیلی کیوت بود این طرح. بعدی استیکرهایی که خودم سفارش دادم، طرحشو خودم دادم که چاپ کنم به این شکل. استیکرهای کلا نامربوط هم به هم، به صورت پک نیستن، خودم برششون دادم. توتورو. بعدی این استیکر کیوت هاست که از یه سایتی گرفته بودم، مدل‌های مختلفی داشت. این طرح هم طرحهای استیکرشه، خیلی کیوت بودن. استیکرهای بعدی رو از سایت مریم ژورنال گرفتم که خودشون استیکرها رو تولید میکنن به صورت دستی. بریم که ببینیمشون دونه بدونه. اولین استیکران که به این شکل تصویرهای کیوتو دارن، خیلی بامزه است عکسش. بعد این پکه، این استیکرها نسبتاً از لحاظ هزینه هم هزینهشون کم بود، به صرفه تر بودن. جنسشون هم شکل کاغذی تو رو داره. اینم یه پک کیوت دیگه. اینم یه پک دیگه پر از پیشی، خیلی بامزه بودن استیکراش. دو پک دیگه هم اینجا داریم، همش رو یه جا گذاشتم. یه پک پر از پاپیون به رنگ‌های مختلف که برای دیزاین کردن و ژورنال کردن میتونم استفاده کنم. یه پک دیگه هم که پر از ماگ با رنگ‌ها و طرح‌های مختلف بود که اونم میشه استفاده کرد. این هم طرح‌های چارخونه که میشه استفاده کرد برای ژورنال کرد. و بعدی از این استیکر ریزا هست که مثلا حدود 500 تا 1000 تا از اوناست. راستش رو بگم خیلی به دردم نخورد، یعنی به درد نمیخوره. خیلی ریزن یا جنسشون یه جوریه که ممکنه کنده بشن. یه سری طرح‌های کیوت داشت، حالا بینش یه طرح‌هایی که بهش استفاده کرد ولی بیشترش به در نخورد. اینم چسب واشیه که دارم، این دوتا رو فعلا فقط دارم. خیلی طرح‌های باحالیه. اینو میتونم برای وقتی که میخوام فیلم‌های مورد علاقه‌مو بنویسم تو دفترم استفاده کنم. اینم دایره‌ها با رنگ‌های مختلفه که استفادهشون میکنم. اینم از همه استیکرهایی که من دارم. هنوز کلی استیکر هست که قراره بگیرم، دلم میخواد بگیرمشون. فعلا این مقدار کمو دارم. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین.
لایک و کامنت رو فراموش نکنین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.